وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید از تاثیر بدی کارخانه‌های چینی استخراج معدن در کشور بیماری ثبت نشده است و وزارت این حالت را تحقیق نکرده است. این نکته را جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی در پاسخ به تحقیقات نوی رادیو آزادی بیان داشت که از شکایت دهها ساکنین تاجیکستان و برخی از پزشکان محلی منشأ گرفته است. امروز یگام حالت‌های یعنی ضرربینی شهروندان از این و آن منطقه وابسته به یعنی فعالیت کردن یگام کارخانه استحصالی در وزارت نیست. این اظهارات در حال صدا می‌دهد که ساکنان برخی از منطقه‌های تاجیکستان از جمله شهر پنجکین و جامعه رامیت شهر وحدت بارها از ضرر کارخانه‌های چینی شکایت کردند. از جمله باشندگان دهه خمگران در کنار کارخانه طلای زرافشان پنجکین در نامه برای جمهور از حالت بی‌فرزندی در عائله‌های جوان، کودکان پیش از وقت تولد شده، فیغانه یا بچه‌پرتایی‌ها و افزایش بیماری‌های راه‌های نفس و عصب نگرانی کرده بودند. منصبداران تاجیک اکثر وقت تلاش می‌کنند به خاطر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ چین از شیوه عملی کارخانه‌های چینی حمایت کنند. تکنولوژی که اونا وارد کردن در حقیقت بی‌سابقه هستند، خصوصا در استحصال میسی کاتودی که سال گذشته در دنیا این تکنولوژی نیست و از جهت اکولوژی هم خیلی بالا است. اما یک تحقیق رادیو آزادی نشان داده بود که واقعیت چیزی دیگر است و چینی‌ها در استخراج معدن و هم کشاورزی از تکنولوژی‌ها و ماده‌های کیمیایی ضررآور استفاده می‌برند. در همین دهه خمگران پنجکین چینی‌ها پالایشگاه کلانی ساختند که در آن برای از معدن جدا کردن طلا مواد زهرناک سیانید را به کار می‌برند. پرتوهای کارخانه آهک چینی‌ها در سال 2019 ماهی‌ها را در دریای شینگ نابود کرده بود. استخراج ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان که یکی از بخش‌های مهم اقتصاد تاجیکستان گفته می‌شود، اساساً در دست شرکت‌های چینی است. 84% طلای تاجیکستان از سوی دو شرکت چینی در زرافشان و پاکرود استخراج می‌شود، اما تلاش می‌شود زیان این کارخانه‌ها به مردم و محیط زیست پنهان بماند.